نمودار مثلثاتی از مینیمم در صفر از مینیمم یا ماکسیموم شروع شده باشه، پس نمودار ما کوسینوسیه و این نمودار به این شکله، یعنی صورت تابع من به صورت آ کوسینوس ب ایکس. برای محاسبه مقدار آ من کافیه به جای کوسینوس ب ایکس یک یا منفی یک بذارم. وقتی من یک میذارم پس باید ضریبش رو حتما مثبت بذارم، چون میخوام ماکسیمومش رو به دست بیارم. اگر من کوسینوس ب ایکس رو بگذارم یک، پس به جای آ میذارم قدر مطلق آ ضرب در یک و علاوه دو میشه 4. پس دارم قدر مطلق آ مساوی است با 2. پس یا آی من 2 یا آی من منفی 2 که مقدار منفی آ قابل قبوله. چرا؟ چون نمودار کوسینوسی من نسبت به محور ایکس ها قرینه شده، پس مقدار منفی آ قابل قبول هستش. پس آ رو به دست آوردم. برای محاسبه مقدار ب باید از دوره تناوب تابع استفاده بکنیم. من میدونم در تابع سینوسی و کوسینوسی مقدار دوره تناوب برابر هستش با 2 پی بر قدر مطلق آ، قدر مطلق ب عوض میخوام. پس در نتیجه دوره تناوب من هم اگر این نقطه رو در نظر بگیرم تا این نقطه، چون رفتار تابع بعد از این نقطه بعد از 6 پی دوباره تکرار میشه، پس دوره تناوب من 6 پی هست. 6 پی برابر است با 2 پی تقسیم بر قدر مطلق ب و از اینجا قدر مطلق ب به دست میاد 1/3 و نهایتا مقدار ب برابر هستش با منفی 1/3 یا مثبت 1/3 که شکل کلی نمودار من به صورت منفی 2 کوسینوس مثبت منفی 1/3 x به علاوه 2 هستش.